با نام و یاد خدای مهربون قصد دارم که توی این آموزش به صورت کلی نرم افزار راینو رو آموزش بدم، دستورات مهمش رو بهش اشاره بکنم و یه دید کلی و کامل از نرم افزار رو داشته باشم. خب وقتی نرم افزار راینو رو باز میکنیم یه محیط چارتایی میبینیم، نمای بالا، نمای جلو، نمای راست و پرسپکتیو. وقتی میخواید نرم افزار راینو رو یاد بگیرید اول از همه از قطعات آمادش استفاده بکنید. ببین من این ضبط رو میزنم، این مثلث رو که میزنیم میتونیم از بالاش بگیریم بکشیمش اینجا. پس ما ابتداً باید از قطعات آماده شروع بکنیم که نرم افزار رو یاد بگیریم. بعدم اینکه رو هر کدوم از این سربرگ ها اسم دو بار کلیک بکنیم صفحه بزرگ میشه. ببین الان صفحه من شد صفحه پرسپکتیو. دوباره کلیک میکنم روش ولی به صورت دو بار. صفحه جمع شد. میخوام از بالا نگاه بکنم. دوباره کلیک میکنم. دوباره برمیگردم. پس هر بار که روی این سربرگ ها دو بار کلیک بکنید صفحه برای شما بزرگ میشه. من دوبار کلیک میکنم. الان صفحه من پرسپکتیوه. میخوام شروع بکنم به یه مکعب بکشم. مکعب رو میزنم و میبینم با کلیک کردن خیلی راحت مکعب برای من ترسیم میشه. حالا دو تا نکته رو دقت داشته باشید. نکته اول، ببین توی قسمتی که این بالا، من اینو بکشمش پایین، توی این قسمت که سربرگ های مختلف رو دارید میبینید، سربرگ استاندارد، موقعی که دوران رو میزنید ما میتونیم قطعه رو دوران بدیم یا میتونیم جابجاش کنیم، بهش میگن پن کردن، و یا میتونیم از این علامت ذره بین استفاده بکنیم و قطعه رو کوچیک و بزرگ بکنیم. این کار رو هم میتونیم انجام بدیم. اما واقعیت مطلب اینه که ما نمیخوایم خیلی از این رو استفاده بکنیم. ما با موس این کار رو میکنیم. من کلیک وسط موس رو وقتی میچرخونم این حالت غلطکش رو میتونم قطعه رو بزرگ و کوچیک کنم، یا اگر بخوام کلیک راست رو بگیرم فشار بدم میتونم قطعه رو دوران بدم. خب حالا حتما میپرسید که شیفت، حالا میپرسید که پن به چه صورتیه. شیفت رو نگه دارید، با کلیک راست قطعه میتونه جابجا بشه. این نکته اول. نکته دومی که باید بهش دقت کنید اینه که نکته دومی که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که شما اگر بیاید و روی هر کدوم از این سربرگ ها راست کلیک بکنید حالت های مختلف نمایش رو به شما میده. ببین من راست کلیک کردم وایر فریم رو زدم، یعنی به صورت سیمی. الان داخل شکل رو میتونم ببینم. من یک کرم اینجا اضافه میکنم، ببین میشه حالت کره. و دوباره راست کلیک میکنم شیدد یا سایه‌دار رو میزنم که بتونم لبه ها و سطوح رو خیلی خوب ببینم. دقت هم داشته باشید، بهترین حالت نمایش به نظر من همین حالته. یعنی اگر خواستی حالت پیش‌فرض رو بذارید روش راست کلیک کنید و رو حالت شیدد بذارید. حالت بعدی حالت رندره که موقعی که ما می‌خوایم رندر کارمون رو ببینیم، نور پردازی بکنیم، متریال بهش بدیم و قطعه رو بخوایم ببینیم، که خیلی نیاز من حداقل نیست. من بیشتر با شیدد و وایر فریم کار میکنم. حالتهای بعدی هم خودتون یه بار تست کنید. مثلا حالت گوست رو بزنید، انگار شبیه روح شده، میتونیم داخلش رو ببینیم، انگار شیشه‌ای شده. حالت بعدی حالت ایکس ریه که تمام لبه ها به صورت پررنگ در حقیقت نشون داده میشه. حالت بعدی تکنیکاله که جاهایی رو که نمیبینید رو به صورت خدچین میذاره. حالت بعدی آرتیستیکه که انگار هنری شده، ببینید انگار با مداد روی یه دونه صفحه کشیده شده. حالت بعدی پن، انگار با خودکار رو کاغذ کشیدیم. و حالتهای مختلف خودتون دیگه بزنید تا پایین بیاد. ولی لب به مطلب اینه که بیشترین استفاده همون وایر فریم که خیلی سبک و سریع میشه و شیدده.
یعنی اگر بخوام استفاده اصلیشو بگم، همیشه راست کلیک کنید رو حالت شیدد وایر فریم. دیگه اگه خیلی خواستید رندر بگیرید و اینو تو حالت رندر، بقیهش خیلی کاربرد زیادی برای ما نخواهد داشت. خب نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم، وقتی میخواید نرم افزار راینو رو یاد بگیرید، از همین سالید کرییشن ها استفاده بکنید. مثلا استوانه رو بزنید این چه شکلی انجام میدید، بچرخونیدش. من همه رو انتخاب میکنم، دیلیت رو میزنم. حالا میخوام یک کره بزنم. کره با 2 نقطه، حالت بیزیوار، نمیدونم چی بگم، عدس بگم، لوبیا، برنج بگم، چی بگم، شبیه دونه برنج شده این. خب این حالتش که خیلی کاربردی برای ما نداره. حالتهای مختلفش رو همینجور باز کنید و تمرین بکنید، ببینید چی قطعه آماده داره، نحوه قطعات آمادهش به چه صورتیه و اینها رو تست بکنید. هرم میتونیم ترسیم بکنیم، هرم ناقص میتونیم ایجاد بکنیم، استوانه تو خالی میتونیم ایجاد بکنیم، اینجا استوانه تو پر میتونیم بزنیم. خب این رو داریم، ولی روی این که میزنید هیچ اتفاقی نمیفته. روی این دوتا چرا هیچ اتفاقی نمیفته بهتون میگم. ببین موقعی که شما میخواید اینو بزنید، قبلش باید یک مسیر رو ترسیم کنید. من میام اینجا، من از این اولی اصلا استفاده نمی کنم برای کشیدن منحنی، همیشه از دومی استفاده می کنم. حالا شاید من راحت ترم، ولی هر بار که کلیک می کنم مسیر رو به شما وقتی ایجاد کردید، حالا بیاید سراغ این سالید کرییشن. مثلا اینو میزنیم، اینو بهش میدم 25 تا، اینو بهش میدم 200 تا، عدد رو بهش میدم و 2 بار کلیک میکنم، میبینم که یک حالت نمیدونم چی بگم، میخوام اسم کرم رو به کار نبرم ولی خب چاره ای ندارم، شبیه کرم میشه واقعا این حالتی که داره. ولی کلا این فرم خیلی خوبی هم هست، یعنی تو طراحیام خیلی به دردمون میخوره، اونطوری نیستش که بد باشه. خب من یه بار دیگه اینو انجام میدم، شاید بشه این گفت این اولین تمرین برای یادگیری نرم افزار راینو. ببین کناریش هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. من این کناریش عدد اولیش رو بهش میدم 200، دومیه رو بهش میدم 500. خب عددش رو خیلی بزرگ دادم اشتباهی. خب یه بار دیگه میزنم، عدد اول رو بهش میدم 200 اینتر، عدد دوم رو که اینجا باشه بهش میدم 500 اینتر و یه اینتر دیگه که بکنیم، اینجا این سرش رو هم حالت نیم کره براتون قرار میده، یه چنین فرمی رو برای شما قرار میده. خب حالا همین شکل و حالت مختلفش رو نگاه کن. این وایر فریم میشه، این حالت سیمی و بعدیش حالت شیدده، بعدیش حالت رندر کاره. میبینید کار نورپردازی صورت نگرفته فعلا. بس ما میتونیم قطعات مختلف رو بکشیم و تو این حالت میتونیم حالتهای مختلفش رو ببینیم. خب مهمترین نکته توی این قسمت چیه؟ توی نرم افزار راینو شاید بتونم بگم تو جلسه اول وقتی دارید راینو رو یاد میگیرید، مهمترین قسمت نحوه کپی کردنشه. وقتی قطعه انتخاب میشه، این 4 حالتهای جابجایی ها میاد براتون. خب و شما میتونید کارهای مختلف باش انجام بدید. میتونم که به این دستور میگن دستور گامبال. موقعی که نرم افزار راینو رو نصب میکنید، معمولا گامبالتون خاموشه. مثلا من یک کره که ترسیم میکنم، وقتی انتخاب میکنم این علامت رو بر من نمیاد. برای اینکه این علامت جابجایی و گامبال در کلا براتون بیاد، این دکمه گامبال رو بزنید. دکمه گامبال رو که میزنید، اینا برای شما فعال میشن. ببین 3 تا کار اصلی برات انجام میده. 1 میتونی جابجایی انجام بدی. من روی این پیکان قرمز میزنم مثلا 500 یا مثلا میذارم 2000. میذارم روی آبی میزنم، بهش میزنم مثلا 5000 میلیمتر بر حسب میلیمتر.
میذارم 6000. خب پس اولین کاری که انجام میده این که شما میتونید جابجا بکنید. دومی کار خود اسکیل دادنه. من روی این مربع کوچولوه میزنم، مثلا بهش میگم 3 برابرش کن. راستای x رو براتون 3 برابر میکنه. اینجا اینو براتون 2 برابر میکنه. و آبی رو براتون میگم نصفش کنه، میگم نیم. ببین پس جابجا براتون انجام میده، اسکیل براتون انجام میده. کار بعدی که انجام میده چیه؟ کار بعدی که انجام میده دوران میکنه. ببین رو همین کمانا میزنم. این شد محور x. از کجا میدونم این محور x؟ چون اینجا اینو نوشته x. محور x. بعد حالا میخوام دوران بدم. اینو میزنمش پیش میدم منفی 30 درجه. خب درسته؟ منفی 30 درجه. بس 30 درجه چرخوندم حول محور x. حالا میخوام بهش بگم حول محور y بچرخه. y رو میزنم بهش میدم منفی 45 درجه. خب و دوباره حول این آبی یا محور z بهش میدم مثلا 90 درجه بچرخه. وقتی میزنم چرخش اتفاق میفته. پس جمع‌بندی این قسمت از کار یعنی جمع‌بندی آموزش گامبال رو یک بار دیگه انجام میدم. ببین وقتی شما یه قطعه‌ای رو میکشید میتونید اول جابجاش کنید. من الان به اندازه 10,000 واحد تو راستای x جابجاش میکنم. میتونم اسکیل بدم. تو راستای y میخوام 3 برابر بشه. میتونم دوران بدم. تو راستای z میخوام 45 درجه بچرخه. پس 3 تا کار شما میتونید با نرم افزار گامبال انجام بدید. نرم افزار آیکون گامبال یک آیکون بسیار مهم تو نرم افزار راینو. اگه گامبالت خاموش باشه در حقیقت دستت خیلی بسته میشه تو طراحی. حتما این گامبالتون رو اول از همه روشن میکنید و کار کردن باهاشو یاد میگیرید. خب حالا یه سوال، اگر من بخوام تو یه راستای، الان من تو فضا دارم میچرخم دیگه، من میخوام این قطعه تو راستای این زل 500 تا جابجا بشه، چه کار بکنم؟ ببین الان من نمیتونم این کار انجام بدم دیگه. تو راستای این زل این لبه نمیتونم حرکت کنم. ببین برای اینکه این کار انجام بدم این دکمه سفیده برای تنظیماتشه. این دکمه رو میزنی نوشته ریلوکیت گامبال، یعنی دوباره جاشو مشخص کن. من اینو میزنم نقطه اول، نقطه دوم و نقطه سوم. خب وقتی اینو میزنم با 3 تا نقطه گامبال خودشو پیدا میکنه. بهش میگم در راستای محور آبی مثلا 10,000 تا حرکت کن. در راستایی که من بهت میگم حالا حرکت کن. میبینید میتونم جایگذاری میکنم. میتونم دوباره بزنم بهش بگم ریستش کن. دوباره برگرده همون حالت اول خودش. پس میتونم بگم یکی از مهمترین کارهایی که شما برای یادگیری راینو در حقیقت انجام میدید اینه که گامبالتون رو روشن بکنید و سعی کنید که باهاش ارتباط برقرار بکنید، زبونش رو بفهمید و باهاش آشنا بشید. اما میتونم بگم از اون مهمتر این کاریه که الان بهتون میگم. دکمه آلت رو از صفحه کیبورد میگیرید، آلت، و گامبال رو جابجا میکنید. یه کپی ازش میگیره. انتخابش میکنم، آلت رو میگیرم، با آبی میام بالا، یه کپی گرفت. انتخابش میکنم، با محور سبز جابجا میکنم. پس مهمترین کار کرده نرم افزار راینو، مهمترین کار کرده نرم افزار راینو، وقتی میخوای راینو رو یاد بگیری اول باید اینو یاد بگیری. آلت رو نگه داری، گامبال رو به چرخونی چه اتفاقی میفته؟ برات کپی میگیره. خب پل دورانش هم همینه. بله دوران هم انجام بدی بازم برات کپی میگیره. میبینی؟ پس هر کدوم از اینا رو که جابجا بکنی و خیلی راحت من میتونم قطعه رو ازش کپی بگیرم. اگر نخواهی از این روش استفاده بکنی باید اینجا دکمه کپی رو بزنید. اینجا دکمه کپی رو تو سمت چپ براتون گذاشته. وقتی شما میزنید شما هر جایی که کلیک انجام بدید براتون کپی رو انجام میده. اگه نخواهید این کارو بکنید و با موس در حقیقت
بخواید این کار انجام بدید انتخابش میکنید، با دکمه آلت رو نگه میداری و میای به سمت بالا تا کپی کردن برای شما اتفاق بیفته. من این قطعه رو انتخاب کردم، میخوام به انتخابم دومی رو انتخاب کنم. دکمه شیفت رو میگیرم، شیفت رو که بگیرم رو هر کدوم از اینا کلیک بکنم به انتخاب من اضافه میشن. ولی میخوام از انتخابم این ردیف رو خارج کنم، کنترل رو نگه میدارم و رو هر کدوم میکشم یا کلیک میکنم، فرقی نمیکنه. پس دکمه شیفت برای اضافه کردن به انتخاب هامونه و دکمه کنترل برای اینه که از انتخابمون خارج بشن. خب و دقت داشته باشید که نرم افزار راینو سرعت طراحی خیلی بالایی داره. من با همین چند تا دستور ساده سعی میکنم یه شکلی رو برای شما ترسیم بکنم. من میام اینجا یه مکعب میکشم، از من میپرسه نقطه شروعش کجا باشه، حالت موس حالت آماده است. من میذارم 0، پایین صفحه هم نگاه کنید اینجا عددیه که میام، میذارم 0 و یه اینتر میکنم به معنی تایید. بعد نقطه بعدی رو از من میخواد، مثلا من بهش میگم 20 و 20. دقت داشته باشید و رو انگلیسی دارم مینویسم، یعنی زبونش زبان انگلیسی فارسی نیست. اینتر میکنم و عدد بعدی رو 100 وارد میکنم به معنی ارتفاع. خب ببین خیلی کوچیک افتاده اینجا، من نمیتونم ببینم و نمیخوام همینجوری زوم بکنم. انتخابش میکنم، تو سربرگ استاندارد یه ذره بینه که داخلش در حقیقت یه رنگ زرد داره نوشته زوم سلکتد. روش که کلیک بکنید خودش زوم میکنه برای شما. یعنی اگر قطعه شما خیلی هم دور باشه که نتونید ببینید، فقط کافیه که یه بار اینو بزنید خیلی سریع برای شما زوم میشه. این میشه قطعه اول من، این پایه‌ای که من دارم. من اینو انتخاب میکنم، میخوام کپیش بکنم. ببین دکمه آلت رو نگه میدارم و با این حالت قرمز میتونم بیام و جابجاش بکنم. دوباره برای این سمت هم به همین صورت آلت رو میگیرم و با حالت سبز جابجا میشم. خب ببین حالا میخوام بیام و مکعب بعدی رو بکشم برای شکلی که اینجا دارم. مکعب رو میزنم، ببین اینجا حالت قفل میکنه روی، شاید شما برای اولین بار که استفاده میکنید این حالت قفل شوندگی رو نداشته باشه، گوشه کار رو دقیقاً بگیره. میبینید نوشت اند، یعنی من گوشه کار رو گرفتم. شما این او اسنپتون احتمالاً خاموش باشه که شما میتونید روشنش بکنید که بتونید در حقیقت شکل کار رو ببینید که چه اتفاقی میفته. ببین این او اسنپ شماست، من الان اند کار رو روشن میکنم، یعنی فعال باشه. شما روی گوشه کار که کلیک میکنید برای شما قفل میشه و اینو من میام بالا، مثلا به اندازه 10 تا کلیک میکنم. بعد دوباره این دوتا رو میخوام کپی بگیرم، کپی رو نگه میدارم، آلت رو نگه میدارم و با حالت آبی رنگ میام بالا که این کار رو داشته باشم. اینجا یه فاصله ای داره، من نمیخوام این فاصله، من این دوتا رو انتخاب میکنم، میخوام دقیقاً بیفتن در حقیقت چفت هم بشن. توی اینجا یه دکمه‌ای داریم به نام موو یا جابجایی. موو رو میزنم، از این نقطه بیا بچسب به این نقطه که کاملا فیت هم باشن. تا اینجای کار به این شکل شده. میخوام یه مکعب بالای کار ترسیم بکنم، مکعب رو میزنم، از اینجا میگیرم به اینجا و به اندازه 20 تا میام بالا. عدد 20 رو تایپ کردم، کپی و اینتر کردم. دوباره انتخاب میکنم، با حالت آلت میام پایین و این کار رو دوباره برای پایین هم انجام میدم. خب این یه دونه باید یه خورده بیاد بالاتر، چون در حقیقت زوم شده روی این. میارمش بالاتر که خطایی اتفاق نیفته. به این شکل. خب حالا اگه مثلا فرض کنید که بخوام اینجا هم یه دونه تقویتی در حقیقت کار بکنم،
انتخاب میکنم، آلت رو میزنم و میام پایین. میخوام این شکل دقیقا این طرفم بیفته. اینجاست که باید از کار کردن و جابجا شدن توی نما رو یاد بگیرید. من نماهای مختلف، نمای تاپ، نمای فرانت، نمای رایت میزنم. حالا نمای فرانت فکر میکنم نمای مناسبی باشه. آلت رو میگیرم و میام اینجا و شکل رو قرار میدم. میام تو پرسپکتیو. اینجا میخوام یک تقویتی اینجا داشته باشم. مکعب رو میزنم، گوشه کار میام اینجا به این شکل. اینجا من الان شکلم رو نمیتونم داشته باشم. برای اینکه این کار رو انجام بدم شکل انتخاب میشه، آلتو میگیرم، یه کپی ازش میگیرم میارمش بیرون و اینجا 90 درجه میچرخونمش. خب حالا از این شکل انتخاب میشه با دستور جابجایی. از اینجا میارم میذارمش. میخوام این طرف هم داشته باشمش. هم میتونم از آلت و گامبال استفاده بکنم، هم میتونم دستور کپی رو بزنم، گوشه اینو بگیرم و بذارمش. ببین این میشه یک صندلی ساده. من اینو چطور ایجاد کردم؟ من ابتداعاً اومدم یه دونه مکعب کشیدم و بعد گامبال رو گرفتم و کشیدم و با درگ کردن گامبال این کپی شد. دوباره این دوتا رو با هم گرفتم، یه کپی دیگه اینجا گذاشتم و این اولین تمرین به صورت عملی. حتما این تمرین رو انجام بدید برای اینکه دستتون با کارکرد گامبال، دستور کپی، دستور موو، اینجا اند و نیر او اسنپ و حجم اولیه که توی اینجا ما داریم حجم‌های اولیه آشنا بشید. همزمان رنگ‌های مختلف هم ببینید چه شکلیه. پس این میشه تمرین اول شما که شما با انجام دادن این تمرین میتونید با طراحی و محیط طراحی نرم افزار راینو آشنا بشید.